سلام دوستان، من عروض هم امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه پارت دیگه از پروژه نیتور در خدمتتون هستیم. خیلی کامنت گرفتیم که شما نتونستید سیستم نصب کنید، JS رو نصب کنید، پکیج منیجر رو نصب کنید. برای همین یه ویدیوی دیگه ضبط میکنم تا یه راه دیگه و خیلی راحت تر ولی یه ذره طولانی تر میشه، ولی راحت تر میتونید انجامش بدین و براتون اعمال کنم. خب اول از همه میاد داخل سایت خود node.js و ورژن رو نصبش میکنید و وقتی که نصب کردید میاد وارد سایت سس میشید و از این بالا اینستال رو کلیک میکنید. خب حالا میاد داخل کامند پیتون، اینجا میزنید که نود یه اسپیس میدید، دو تا اسلش، دو تا خط تیره ورژن. پس شد نود یه اسپیس دو تا خط تیره ورژن و ورژن که نصب کردین براتون میزنه. npm هم که با همین نود نصب میشه رو براتون دوباره با همین نحوی که هستش بزنید اعمال میشه براتون. و الان کافیه این کدی که هستش رو کپی کنید و اینجا پیستش کنید تا براتون نصب بشه، چون من انجام دادم دیگه این کار انجام نمیدم. بعد از اینکه این نصب کردید و این نو زدید، بستگی به سرعت اینترنتتون داره تا سس براتون نصب بشه. حالا اگه سس رو نصب کردید و میخواین که از سس استفاده کنید، چون سس قابل خوندن نیست توسط مرورگر، باید فایل‌ها تبدیل بشه به CSS. برای همین ما فایل‌ها رو داخل سس میزنیم ولی تبدیل میشه به CSS و توسط CSS خونده میشه به مرورگر و ما میتونیم استفادهش کنیم. برای همین ما باید فایل سسمون رو به CSS وصل کنیم. اینجا یه دونه فایل براتون فایل درست میکنیم، میزنیم سس. داخل پوشه سسمون یه دونه فایل درست میکنیم، میزنیم main.scss که خود شناسایی میکنه فایل سس. درسته؟ حالا من تمام این فایل هایی که داخل CSS هم بوده رو کنترل X یعنی میگیرم، کات میکنم و میندازم داخل سسم و اینو دیگه میبندمش، اینو سیوش میکنم. حالا من میخوام فایل سسم رو به CSS وصل کنم، وقتی میزنم دیگه وارد اون بشه و میام اینجا داخل ترمینال خود VS. اول از همه یه پکیجی رو نصب میکنم به اسم npm init. وقتی اینو بزنید یه پکیج نیم ازتون میخواد این پایین که همینطوری اینتر بزنید همه رو و یه آخرش yes میاره it's okay yes رو میزنید و براتون یه پکیج جیسون درست میشه. این پکیج کاملی هستش که شما میتونید ازش استفاده بکنید ولی یه سری باگ ها داره. برای اینکه باگش برطرف بشه میزنید npm install node یه خط تیره سس یه اسپیس دوباره میدید، دو تا خط تیره save div. وقتی اینو بزنید بستگی به حالا سرعت اینترنت داره تا این نصب بشه. من جیسون فایل رو حالا اینجا باز کنم، این وقتی نصب بشه بالا این جیسون فایل براتون یه فایل ایجاد میشه که میاد. بله، جیسون یه دونه خط تیره داره، لاک داره که این دقیقا باگاشو فیکس میکنه و یه دونه نود مدلز وصل میشه واسهتون که تمام فایل های npm هستش و اون فایل که ما میخواستیم اگه من پیداش کنم نوتسس اینجا هستش که برامون اومده. حالا داخل فایل اسکریپتمون که فایل جیسون یه اسکریپت هستش که ما اون اسمش عوض میکنیم، میذاریم چی بذارم اسمشو، کامپایلر میذارم سس و اینجا اینو کلا عوض میکنم و میذارم اون چیزی که میخوام خودم اعمال کنم روشو میذارم نود یه خط تیره سس. این دقیقا کدیه که دستور میده که سستون به CSS تون وصل بشه. یه اسپیس بهش میدید، میزنید سس
یه اسلش main dot css وصل بشه به کجا؟ css underline style dot css و این تمام میشه کارش. حالا ما دستور باید بهش بدیم توسط ترمینال که این به اون وصل بشه. میزنیم npm run، حالا اسم اون چیزی که اینجا زدیم کامپایلر، و وقتی بزنید میبینید که سبز شد و کافی از این بالا اینو من ببندم. وقتی CSS رو بزنم میبینید که کدا وصل شده بهش. و حتی اگه داخل سس من بیام تغییراتم اعمال کنم، بزنم ببخشید من این پایین بزنم خب اگه من الان اینو بزنم و شناسایی بشه توسطش، از این یک پرایمری دارک لایت. خب الان لایتش رو میذارم این، دارکش رو میذارم این. خب من حالا اینا رو میبندم، ببخشید، تا هر رنگ خودشو بگیره. خب حالا من میخوام یه تستی بکنم اینا مثلا درست میشه یا نه. اینجا از کمرنگ میره به سمت پررنگ، پس من میام مینویسم به جای تو سسم میام این کلا حذفش میکنم و میام از این کالر پرایمری لایت اینجا میام به جای این اوپاسیتی آخری اگه حذفش نمی کنم میزنم کالر پرایمری دارک و این اوپاسیتی دوستان. و حالا من اینو سیوش کنم برم تو CSS نگاه کنم، خب میبینم که درسته و تکون نخورده، یعنی اینکه داره همه چی درست کار میکنه. فقط میگه 7 تا مشکل داره، من دقیقا نمیدونم تو 7 تا مشکل داره. من اگه اینا رو برگردونم، خب من از اینجا پاکش کنم فکر کنم مشکلش برطرف بشه. میزنم color primary light، فکر کنم دقیقا به خاطر اون
اون بود کالر پرایمری دارک. بله بخاطر همون بود این چیزا به هم میخوردش و الان برم توش میبینم که درسته کار میکنه. خب حتی میتونم واسه رنگای دیگه هم استفاده کنم. بذارم توی مثلا کالر پرایمری کالر وایت میزنم اینو. میزنمش هشتگ این توسیه ببخشین FF و همینطوری واسه همه رنگا من فکر کنم یه دونه توسی دارم و یه دونم فکر کنم اگه اشتباه نکنم مشکی دارم و هر جا که بخوام دیگه استفاده کنم فقط از اون نوشته استفاده میکنم و الان کافیه فقط به جای این بنویسم کالر وایت. همینطوری میام پایین ببینم رنگ‌ها دیگه کجا استفاده شده. میزنم وایت و اینجا توسی استفاده شده کالر گری و دیگه مشکی هم استفاده کرده بودم من اینجا. خب من از اینجا پاک میکنم تا اینجا پاک میکنم می‌نویسم کالر بلک. خب اینم از این و الان اگه برم توی فایل CSS هم میبینم که همه چی به همون رواله و حتی اگه از اینجا باز کنم هم بدون هیچ مشکلی داره کار میکنه. خب الان دیگه امیدوارم که متوجه شده باشین چجوری وصل کنین. دیگه این راحت ترین راه بود دوستان، خیلی ساده است. اگه متوجه نشین راه قبلی رو از این راه استفاده کنید. تا دیداری دیگر بدرود.